درباره صدقه خواهران عزیز، درباره صدقه کردن، مرد پیامبر رو میپرسد که پیامبر الله، مادر من یک باره از دنیا رفت و یگان وصیت نکرد و گمان میکنم اگر چیزی میگفت او به من میگفت صدقه کن، آیا من صدقه از نام او کنم ثوابش میرسد؟ پیامبر میگن آره، از نام او صدقه کن. یعنی حدیث در صحیح بخاری مسلم است که بدو مرد، یکی از سعد ابن عباده که در وقت نبودنشان مادرشان میمیرد و به پیامبر میگویند که من نبودم و مادرم وفات کرد، من برای او اگر صدقه کنم ثوابش میرسد؟ پیامبر میگن آره، آره، من از نام او صدقه کن ثوابش میرسد. و سعد ابن عباده هم میگویند من تو را شاهد میگیرم که من باغم را در مخراف در مکان صدقه کردم. یعنی ببینید که فرزند صالح را به خاطر اینکه ثواب کلام به مادرش برسد از بحر باغش میگذرد، میگوید من باغم را صدقه کردم تا ثوابش، یا که از نام مادرم صدقه کردم که بگذار مادرم از ثواب آن بهره مند باشد. و از اینکه حدیث است هر صدقه که از نام مرده کردیم ثوابش میرسد. و صدقه لیکن خواهران عزیز حتما باید به صاحبش برود، به اونی که محتاج است. شما میدانید که او به صدقه نیاز دارد. و این چنین درباره روزه گرفتن هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن، حدیث در بخاری هست، من مات و علیه الصیام صام عنه ولیه. وقتی یک نفر مرد و او از روزه قرض دار است، ولی او فرزندان او از نام او روزه بگیرند. و بعضی علما میگویند بهتر از روزه گرفتن اطعام بدهند، یعنی خوراک بدهند، به جای هر یک روزه او یک قنبغل را سیر کنند. درباره حج کردن هم حدیث است که وقتی زن به نزد پیامبر می آید و می گوید مادرم وفات کرد و او نذر کرده بود که حج کند، آیا من از نام او حج کنم؟ پیامبر می گویند اگر مادرت قرضدار می بود قرضش رو می دادی؟ زن می گوید آره. پیامبر می گویند قرض الله بالاتر می استد، پس تو آن حج رو بکن. یعنی از نام مادر حج کردن هم که علل خصوص مادری که من حج میکنم گویان حج نکرده رفت، چی دارد؟ ثوابش به او میرسد و انشاءالله او در قیامت از جمله حاجیان میشود. این چنین درباره قرض، یعنی یک مرده قرضدار بود، وقتی او از دنیا رفت و یگان فرزندش قرض او را داد، او از قرض تماما خالی می شود، اگرچه آن قرض ها را برای دادن شرایط نداشته باشد. زیرا ابی قتاده وقتی مرده را پیامبر میگن شما یا نمازش رو خوانید از اینکه او قرضدار است و که برای آدم های قرضدار یک زجر بشود که قرضشان را پیامبر نماز مرا نمیخوانده اند گویان بدهند. ابو قتاده میگویند پیامبر الله شما نمازش رو خوانید اون قرضهایش رو من میدهم. و پیامبر میگویند بعد از قرض او را ابی قتاده دادن جلد او یا پوست او خنک شد. یعنی قرض خواهران عزیز، هر کسی که قرضدار میمیرد، خواه آن قرض از کافر باشد خواه از مسلمان باشد، قرض تو سبب می شود که بین تو و بین جنت یک سد بایستد و حتی سبب عذاب تو می شود. برای همین آنهایی که نترسیده کردیت می گیرند، نترسیده ایپوتک می گیرند، نترسیده برای خرید و توی و چیزهای دیگر قرض می گیرند، خیلی باید از الله بترسند که هر چیز بخشیده شده نیست، اما قرض ها بخشیده نمی شود. و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مسلمانی که قرض دار بود گفتند برای این نماز خوانید، من نمی خوانم. بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم ثروتمند شدند و دیگر فتح ها شروع شد و غنیمت به دستشان آمد، می گفتند هر کسی که مرد و قرضدار است نزد من آید. یعنی آنهایی که به این آدم مرده قرض داده بودن نزد من آیند، من از نام این انسان مرده قرضش رو پرداخت میکنم. و هر کسی که مرد و مالش بعد از خودش ماند، خویش و تبارش میراث گیرند. پس خواهران عزیز، اینجا چی هست؟ عمل ثواب کردن مثل مال است. هر کار ثوابی که شما میکنید وای ملک شما میشود، مال شما میشود. شما آن مالتان را چگونه که در زندگی، یعنی پولتان رو، چیزتان رو به کسی هدیه کرده میتوانید، ثوابتان رو که برای مرده دیگر غیر از ثواب چیزی داده نمیشود، ثوابتان رو هدیه کرده میتوانید.